طرف قرار بگیریم، دو طرف آوارا. صدیقی صاحب چی میگم بشر دوسته باش کجا ساله. چهارزاد تشکر از همگی. با نشستن به زیری خیمه میخواهیم برای دوستایی که سانسور اعمال کردن نشان بدیم که ما میتونیم بدون آب، بدون نان، بدون سرپناه زیر یک خیمه زندگی کنیم. ولی اگر آزادی ما را از ما گرفتین باز وقت زندگی کردن نمیتونیم. سخت‌ترین زندگی برای ما این خواهد بود که شما آزادی ما را بگیرید. بزرگترین دستاورد این نظام داشتن همین مطبوعات آزاد است که مردم با چشم سر همه چیزی که میگذره را میبینن. تقاضای ما از پارلمان افغانستانی است، به خصوص از پلیسی جرگه که با سانسور پایان بدن و به خواست خبرنگارا لبیک بگویند. ما هیچ نوع خواست شخصی ندارم. هر آنچه که میخوایم به خواست خبرنگارا مرتبط است. اگر خبرنگارا قناعتشان فراهم شود، اونمو لحظه پایان اعتصاب غذایی ما خواهد بود. اعتصاب غذایی ما از همینجا آغاز میشه و انشالله تا زمانی که خواسته های شما پوره شود این اعتصاب ادامه خواهد داشت.